چند سال پیش یک خانواده تازه به آپارتمانی قدیمی در حاشیه شهر نقل مکان میکنن. ساختمون ظاهر معمولی داشت، اما همسایه‌ها همیشه از راه پله شرقی حرف می‌زدن، راه پله‌ای که از طبقه سوم به بالا کم کم بسته شده بود و کسی دلیلش رو دقیق نمیگفت. لیلا، دختر خانواده، شب اول متوجه میشه که از همون راه پله‌ای بسته، صدای قدم زدن میاد، آروم، منظم. انگار کسی با دقت داره پله‌ها رو یکی یکی بالا میاد. پدر و مادرش فکر میکنن صدای لوله هاست و جدی نمیگیرن. اما شب دوم درست ساعت 3:18 صبح، لیلا این بار صدایی شبیه کشیده شدن چیزی روی دیوار میشنوه. کنجکاویش گل میکنه و موبایلش رو برمیداره تا ضبط کنه. میره نزدیک در راه پله، گوشش رو میچسبونه به فلز سرد در. و ناگهان یک صدای آهسته، کاملا واضح، پشت در میگه برگرد پایین. لیلا خشکش میزنه. صدای دوم، زمزمه وار و لرزون، از دورتر میاد، نزار بیاد پایین. او با وحشت عقب میره و در رو محکم میبنده و میدو سمت اتاق. فردا صبح ضبط صدای موبایل رو چک میکنه. صدای قدم‌ها واضح ثبت شده. اما نکته عجیب اینجاست. لیلا فقط 2 صدا شنیده بود، در حالی که توی ضبط 3 صدای متفاوت شنیده میشه. یکی زمزمه، یکی هشدار. و یکی دیگه، خیلی نزدیک، درست پشت در، خیلی آهسته میگه من همینجام. از اون شب به بعد خانواده تصمیم میگیرن خونه رو ترک کنن. ولی همسایه طبقه بالا بعدها یه چیز ساده گفت که تا امروز ذهن لیلا رو مشغول کرده. دخترم، راه پله شرقی هیچ وقت بسته نبوده. اصلاً این ساختمون راه پله شرقی نداره.